ششم سوتکای به او تشنه هر دو پا رانید، هر دو پا رگشته نمیشود. یک جوان تاجیک که در جنگ اوکراین جنگیده زیاده از یک هفته به خوراک و آب در محاصره مانده بود، با وجود جراحت‌های وزنی نتوانست زنده ماند، اما پایش را از دست داد. معروف جوانی از ناحیه 5 تاجیکستان است که در پیام آخرینش به نزدیکانش گفت که تمام گروهش نابود شده است و تنها او باقی مانده است. او مجروح و تماما خسته بود و دیگر نمیتوانست حرکت کند و برادرش وداع کرده خواهش نمود که از پسرش غمخواری کند، همچنین از مادر پدر که او را عوا نامید و خواهرش عذر پرسید و آنها را به وحدت و دوستی دعوت نمود. با وجود وضع ناامیدانه، معروف تصمیم گرفت که از محاصره رها شود. با وجود مجروح بودن او با خزیدن به یک دهه رسید و برای جلب توجه یک خانه چوبین را آتش زد. نیروهای روسیه توسط درون آتش خانه را مشاهده کردند و او را در نزد آن پیدا نموده فوراً نجات دادند. حالا معروف در یکی از کلینیک‌های مسکو طبابت می‌گیرد، ولی در نتیجه جراحت‌های وزنین او پایش را از دست داده است. اینا پام آردش مایبا ایشنی مایبا ایشنی